این روزها در هر جای از افغانستان که قدم بگذاری، هر کسی را که ببینی چیزی جز لباس سنتی مردم این کشور بر تن ندارد. حدود 2 سال و نیم پس از آمدن حاکمیت جدید در افغانستان، خیلی چیزها در این کشور فرق کرده است. یکی از آنها رواج دوباره استفاده از لباسهای محلی و بومی مردم این کشور است. خیاط‌ها میگویند هرچه برای آنها سفارش میآید لباس محلی است، مخصوصاً لباس موسوم به پیراهن و تنبان که مردها بر تن می‌کنند. مردم زیاد میپوشن، خوش داره که لباس پیراهن تنبان بپوشن. رونق بازار و لباسهای بومی از جمله کلاههای محلی را حتی در کنار خیابان‌ها هم می‌توان دید. بیشتر مردم قندار، فکتیا، خوست، این مردم بیشتر این کلاه را دوست دارند. یک استایل خوب. کارگاه‌های تولید لباس محلی در افغانستان رونق گرفته است. هدف اساسی ما است که ما بتانیم صنایع دستی افغانستان بخصوص صنعتی را که توسط دست زن افغان جور میشه و ایره در داخل کشور و به جهان نشان بدیم. خانم هاشمی هم در این مرکز میگوید تا دیروز دانشجو بود و امروز طراح و خیاط ماهری شده است. از دست‌های زنای افغانستان گل میباره. چی میخونی؟ من نرسینگ. پرستاری. بله. الان شدی طراح. طراح بله. این کار خودته؟ بله، در این لباس از خودم. هم دوختش هم طرحش. لباس‌های محلی زنان افغانستان با رنگ‌های زیبا، تکه دوزی‌ها و سوزندوزی‌های هنرمندانه از جمله زیباترین لباس‌های سنتی و بومی در دنیاست. در بسیاری از کشورها مردم اگر بخواهند هویت یک قوم را نشان بدهند، لباس‌های محلی می‌پوشند. لباس‌های محلی نقش مهمی با ملاک‌ها و ارزش‌های یک قوم دارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.